بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، اینک ما درسوی خود رو به عون الله سبحانه و تعالی دوام میدهیم از 40 حدیث نوویه از آن امام یحیی ابن شرف نووی، الله سبحانه و تعالی این کس را رحمت کند. ما حدیث های امام نووی را به پایان رسانیدیم، تمام کردیم. از حدیث 1 تا حدیث 42 و از حدیث 43 آغاز کردیم و امروز باشد، یعنی که از حدیث 43 تا به آخر حدیث های هستند که ابن رجب حنبلی الله رحمتش کند علاوه کرده است در برابر حدیث های جمع آورده امام نووی. درس امروزی ما تحت حدیث 49، یعنی اگر نصیب کرده باشد پگه آخرانش هم گرفته به همین این رساله را یا که بیم این کتابچه را تمام میکنیم ان شاء الله. الحديث 49 حديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال الترمذي حسن صحيح. خب روایت میکنن از عمر بن الخطاب از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکند که فرمود: لو انکم توکلون، در اینجا توکلون در اصل تتوکلون، کسی تصریف العزی خواندگی باشد میداند که در همینجا از کدام باب بودین همین را توکلون تتوکلون بود. در اصل ما گفتیم که در همونجا خواندیم یک جایی که وقتی که دو تا یک جایی جمع میشوند برای سبکی میشود که توکلون گفتن، یا که چخلی که تنزل الملائکه در اصل تتنزل الملائکه والروح. خب اگر شما به الله توکلی واقعی کنید، اگر شما به الله توکل کنید حق توکله، یعنی توکلی واقعی. توکل چی است معناش؟ یعنی صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع و دفع المضار، یعنی اعتمادی صادقانه قلب است به الله سبحانه و تعالی به جلب یگان منفعت یا که به دفع یگان ضرر. صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع و دفع المضار. اگر شما به الله طوری که لازم است توکل کنید، لرزقکم کما یرزق الطیر، الله به شما روزیتون میرساند خیلی که به پرنده روزی میرساند. اکنون مثال می آورد که اکنون همون پرنده هم برای خاطر روزیش به دست آورد یک سبب تشکیل میکند، بعد از اون الله سبحانه و تعالی به او عطا میبخشد. تغدو خماصا، پرنده که پگاهی از خانه اش از لانه خود به شکم خالی میبراید، و تروح بطانا، و به شکم پر و به شکم سر بیگه بر میگردد. همین خیلی. رواه الامام احمد، حدیث امام احمد و ترمذی و نسائی و ابن ماجه و ابن حبان در صحیحشون روایت کردند و حاکم نیز روایت کرده است و ترمذی گفته است که حدیث حسن است. این بود بارک الله فیکم درس امروزی ما. الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال الترمذي حسن صحيح. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.